توی این ویدیو نحوه نوشتن حرف ه جیمی به همراه فرمت‌های نقطه‌دارش رو در کالیگرافی نوین با همدیگه آموزش می‌بینیم. اگر دیدن این ویدیو و این آموزش برای تو ارزشمنده و به یادگیری این هنر زیبا علاقه‌مند هستی، حتما کانال من رو سابسکرایب کن و یادت نره زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال بکنی تا ویدیوهای جدید سریع برای تو اطلاع رسانی بشه. حرف ه جیمی هم توی کالیگرافی نوین به فرمت‌های مختلفی میتونه نوشته بشه. اولین فرمتی که در نظر میگیریم برای ابتدا یا وسط کلمه، به این شکل که قلممون رو با زاویه 45 درجه روی صفحه کاغذ قرار میدیم. بعد با ظرافت نوک قلم یک خط روی صفحه کاغذ رسم میکنیم و از اونجا حالت قله مانند قلممون رو به سمت راست با تمام قلم هدایت میکنیم. به انتها هم که رسیدیم، مثل حالتی که برای کرشمه ها داشتیم، انتها رو کمی به سمت بالا با همون ظرافت قلم ادامه میدیم، به این شکلی که داخل ویدیو دارید تماشا میکنید. برای نوشتن قسمت پایینش هم توی این فرمت همون نحوه نوشتن کرشمه ها رو پیاده سازی میکنیم. فقط در نظر داشته باشید که برای نوشتن این کرشمه در قسمت پایینی حرف ه بهتره که اون مقدار قوس و عمقی که برای اول کرشمه در نظر میگیرید با دایره کوچکتری تنظیم بشه و انتهای اون یکم بازتر بشه، کرشمه‌تون یکم بازتر بشه. همین فرمت رو میتونیم به شکل زیباتری هم رسم کنیم، به این شکل که بعد از نوشتن این دوتا حرکت یک کرشمه رو از سر حرف ه به سمت پایین برگردیم، همینطوری که من توی ویدیو دارم برای شما اجرا میکنم. فرمت دومی که برای نوشتن حرف ه جیمی استفاده می‌کنیم به این شیوه هست که ابتدای اون شبیه همون فرمتی هست که اول نوشتیم، با این تفاوت که به جای اینکه نوک قلم رو به سمت بالا ببریم و کرشمه رو تکمیل کنیم، روی خود همون قسمتی که با تمام قلم نوشتیم مقداری جلو میریم و انتهای اون رو مثل حالت همون کرشمه ولی یکم تخت‌تر ادامه میدیم و به سمت بالا میبریم. حالا همون بحث زیبایی که برای نوع اول داشتیم، روی این نوع از طرز نوشتن هم میتونیم پیاده سازی بکنیم و اون کرشمه کوتاه رو از سر ه، از سر نازک ه به سمت پایین برگردونیم. یک بار دیگه مجدد تمرین کنیم. خب حالا بیاین نحوه نوشتن ه جیمی بزرگ رو با هم دیگه یاد بگیریم. برای نوشتن این حرف هم ابتدای حرف ه شبیه همین حالتی که تا الان یاد گرفتیم نوشته میشه، فقط بخش دوم حرف ه به جای این که به سمت بالا بیاد، حالت یه نیم دایره به سمت پایین برمیگرده. یعنی شما برای حرکت اول میتونین از هر کدوم از این فرمت هایی که تا الان یاد گرفتیم استفاده بکنین. برای بخش دومش هم به صورت نیم دایره به سمت پایین نوشتنتون رو با تمام قلم ادامه میدین. نکته‌ای که داره این هست که معمولا این بخش رو به صورت کامل گردش نمی کنیم و حالت تکه‌ای از همون حرف ه کامل رو در نظر میگیریم و لازم هست این بخشی که برمیگرده از سر حرف ه جلوتر نوشته بشه. با نوع دیگه حرف هی که یاد گرفتیم این کار رو انجام بدیم. حالا با فرمت دیگه حرف هم این کار رو تکرار بکنیم. به این شکلی که داخل ویدیو تماشا کردیم.
یک فرمت دیگه برای نوشتن حرف ه جیمی بزرگ استفاده کردن از همون روش قبلی هست، با این تفاوت که بعد از نوشتن بخش نیم دایره یک کرشمه تقریبا تخت را به انتهای اون اضافه میکنیم. حالا روی هر کدوم از فرمت های سر حرف ه که مد نظرتون باشه میتونید این کار رو تکرار بکنید. من اتصال بین اون نیم دایره و کرشمه رو دارم به شکل پیوسته اجرا میکنم، ولی اگر برای شما سخت هست میتونین توی 2 نوبت این کار رو اجرا بکنید. بعد که دستتون پر شد یک جا هم اجرا کنید. زمانی که برای سر حرف ه از کرشمه استفاده میکنید تلاش کنید که شیبش با کرشمه‌ای که انتهای حرف ه گذاشتین یکسان در بیاد تا کار شما زیبایی بیشتری داشته باشه. شما با بازی کردن با 2 تا فاکتور در مورد این کرشمه انتهایی حرف ه میتونین شکل‌های متفاوتی از اون رو اجرا بکنید. فاکتور اول اون مقدار شیبی هست که برای این کرشمه در نظر میگیرین. فاکتور دوم هم طولش هست. شما میتونین به جای اینکه این کرشمه رو تخت‌تر اجرا بکنین توی شیب‌های مختلف اجرا بکنین و فرمت‌های مختلفی از حرف ه رو بهش دست پیدا بکنین. همینطور میتونین برای زیبایی بیشتر طول بیشتری از این کرشمه رو در نظر بگیرین طوری که از سر حرف ه بیرون بزنه. مدل هایی از این اجرا رو داخل ویدیو دارین تماشا میکنین. نکته‌ای که لازم هست اینجا بهش اشاره بکنم این هست که زمانی که تصمیم گرفتین از کرشمه با شیب بیشتر استفاده بکنین سعی کنین اون بخش دوم از حرف ه تون که در واقع سینه حرف ه هست از سر حرف ه عقب‌تر پیاده سازی بشه. خب حالا که نحوه نوشتن حرف ه جیمی رو با هم دیگه آموزش دیدیم، بیاین چند تا کلمه با فرمت‌های مختلفی که میتونیم ازشون استفاده بکنیم تمرین بکنیم. اولین کلمه‌ای که می‌نویسم کلمه حاجت هست. به نحوه نوشتن من و طرز اتصال دادن حرف ه جیمی با حروفی که تا الان یاد گرفتیم دقت کنید. دومین کلمه‌ای که قصد نوشتنش رو دارم کلمه حجت هست. ببینیم این کلمه رو به چه شیوهی میتونیم بنویسیم. برای نوشتن این کلمه ها اگر شما ترکیب های دیگری رو مد نظر دارین حتما تمرین بکنین که دستتون قوی تر بشه. همین زیبایی.